بدون شک بیشتر شما جف بزوس مؤسس آمازون رو میشناسید. کسی که در جوانی کسب و کار خودش رو راه انداخت و در حال حاضر یکی از پولدارترین و موفقترین افراد در سرتاسر جهان به حساب میاد. در این ویدیو با ما همراه باشید تا 4 درسی رو که از جف بزوس برای موفقیت باید آموخت با هم مرور کنیم. قبل از هر چیز برای حمایت از ما کانال ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله بغلش رو هم فعال کنید. جف بزوس مسیر پرفراز و نشیبی رو برای رسیدن به موفقیت طی کرده. حتی در سالهای ابتدایی فعالیت خودش سود چندانی به دست نیاورد و حدود 1 سال دچار بحران شد. اما بعد از اون جف مثل بقیه افراد موفق با هوشیاری سعی کرد اوضاع رو به نفع خودش برگردونه. خیلی از ما دوست داریم مثل جف بزوس تبدیل به فردی موفق و پولدار بشیم، اما راه و روش موفق شدن رو بلد نیستیم. یا شاید هم در ذهن خودمون تصور میکنیم که موفقیت فقط برای یک عده خاصیه و هر کسی نمیتونه به اون دست پیدا کنه. اما این موضوع حقیقت نداره. هر کدوم از ما اگر سعی کنیم راهکارهای موفقیت رو یاد بگیریم، بدون شک به اون دست پیدا میکنیم. ریچارد سنجان، کارآفرین و نویسنده آمریکایی، میگه موفقیت راز نداره بلکه راه داره. جف بزوس از اون دسته آدم‌هاییه که میتونه الگوی خوبی برای کارآفرین‌ها و افرادی باشه که دوست دارن به موفقیت برسن. پس بیایید با هم دیگه 4 درسی رو که باید از جف بیاموزیم مرور کنیم. درس اول: بهترین تیم ممکن رو برای خودتون فراهم کنید. یکی از مهمترین حقیقت‌هایی که درباره آمازون وجود داره اینه که آمازون یک تیم فوق‌العاده داره. افرادی که در آمازون استخدام میشن جزو بهترین ها هستند. در واقع در هنگام استخدام از اونها سوالات کلیشه‌ای نمیپرسن، بلکه سوالات کلیدی از اونها میپرسن که حتی باورش هم نمی‌کنید. سوالاتی که با مهارت اونها ارتباط مستقیم داشته باشه. در ضمن فرایند استخدام در آمازون به طور مرتب انجام میشه تا کسانی که استعداد زیادی دارن در این تیم استخدام بشن. اگه میخواید کسب و کاری رو شروع کنید یا برای انجام یک کاری نیاز به یک تیم دارید، باید سعی کنید به جای اینکه از دایره دوستان یا اقوام تیمتون رو انتخاب کنید، به سراغ پیدا کردن افراد با استعداد و عالی برید و نتیجه بهتری هم بگیرید. درس دوم: از اشتباه خودتون درس بگیرید. همونطور که گفتیم شرکت آمازون همیشه هم موفق عمل نکرده. در برهه‌ای از زمان نیز دچار اشتباه و شکست شده و چند بار نوساناتی داشته و گاهی تا مرز ورشکستگی هم پیش رفته. اما جف تحت هیچ شرایط خودش رو نباخته. اون معتقده بدون شکست ابتکار و نوآوری معنایی نداره. در حقیقت وقتی شرایط ما بالا و پایین میشه دنبال راه حل میگردیم و گاهی افکار خلاقانه و جدیدی به ذهن ما میرسه که میتونه شرایط ما رو به طور کلی عوض کنه. جف بزوس مجبور بود با شرکت‌های مختلف و بزرگی رقابت کنه و گاهی هم دچار اشتباهات فاحشی شده. اما پس از هر اشتباه و شکست درس‌های جدیدی یاد گرفته و سعی کرده اوضاع رو به نفع خودش تغییر بده. سقراط، فیلسوف یونانی، میگه سعادتمند کسیه که از هر اشتباه و خطایی که از او سر میزنه تجربه جدید به دست بیاره. پس وقتی در زندگی و کار خودتون اشتباهی انجام میدید که حتی باعث شکست شما میشه، به جای اینکه خودتون رو سرزنش کنید، سعی کنید از اون درس بگیرید و قوی‌تر از قبل به راهتون ادامه بدید. درس سوم: میانه رو باشید و صرفه‌جویی کنید. یکی از بزرگترین حقیقت‌هایی که در مورد آمازون وجود داره و باعث موفقیت شرکت آمازون و جف بزوس شده، صرفه‌جویی این شرکته. آمازون از همان روزهای ابتدایی سعی کرده با میانه روی و صرفه‌جویی کار خودش رو پیش ببره. اگرچه بعضی‌ها
جف رو به خسیس بودن متهم میکنن، اما خودش معتقد محدودیت‌ها باعث افزایش خودکفایی و نوآوری میشه. من کسی رو میشناسم که در ابتدای تأسیس شرکت خودش هزینه‌های زیادی خرج دکور شرکت کرد، اما شرکت اون بعد از 2 سال فعالیت دچار ورشکستگی شد و حالا فقط اون مونده و بدهی‌های زیاد است. بنابراین اگه قصد شروع کاری رو دارید یا حتی چند سال از فعالیت شما میگذره، در هر دو صورت سعی کنید میانه رو باشید و حتما تا حد امکان صرفه‌جویی کنید. این نکته رو فراموش نکنید که بیشتر به فکر تأمین نیاز مشتری باشید تا اینکه هزینه‌های زیادی صرف دکور یا وسایل غیر ضروری کنید. درس 4: بزرگ فکر کنید. افکار خودتون رو مورد بررسی قرار بدید. این افکار تا چه حد بزرگ و بی‌پروا هستند؟ خیلی از ما جرأت بزرگ فکر کردن رو نداریم و خودمون رو کاملا محدود کردیم. به جای اینکه راضی به انجام کارهای کوچک و پیش پا افتاده باشیم و هدفهای کوچیک رو در سر داشته باشیم، فکرهای بزرگی رو تو سرتون بپرورونید. سعی کنید با قدم‌های کوچیک و استوار هدفهای بزرگ رو نشونه بگیرید. شاید یکی از بزرگترین دلایلی که ما در کار خود پیشرفت نمی‌کنیم این باشه دامنه هدفها و آرزوهامون رو محدود کردیم. این نکته رو فراموش نکنید. در حالی که ما سقف آرزوهامون رو پایین میاریم، افرادی مثل جف بزوس چشم‌اندازهای بزرگی رو برای خودشون در ذهن دارن و مطمئن باشید سرانجام هم به هدفهاشون میرسن. ویلیام جیمز، فیلسوف، پزشک و روانشناس معروف آمریکایی میگه مردان شجاع فرصت میآفرینند، ترسوها و ضعیفها منتظر فرصت میشینند. اجازه بدید واضح‌تر توضیح بدم. منظور این نیست که جف بزوس از ابتدای شروع فعالیت خودش به سراغ انجام کارهای بزرگ رفته. حتما این ضرب المثل مشهور رو شنیدید که سنگ بزرگ نشونه نزدنه. در حقیقت یکی از عواملی که باعث شده جف تبدیل به یک مرد موفق ثروتمند بشه این بوده که کار خودش رو به صورت عاقلانه شروع کرده و کم کم اون رو توسعه داده. در حقیقت او با قدم‌های کوچیک و سنجیده به سمت هدف‌های بزرگ رفته و هر سال بیشتر از قبل کار و فعالیت خودش رو گسترش داده. بنابراین اگر شما صاحب کسب و کاری هستید، خودتون رو دست کم نگیرید. بزرگ فکر کنید. هدف‌های بزرگ برای خودتون در نظر بگیرید و با قدم‌های استوار به سمت اون هدف‌ها قدم بردارید. برای موفق شدن باید بلند پرواز بود. البته از نوع عاقلانه. شما چقدر بلند پروازید؟ با آرزوی سلامتی برای شما دوستان عزیز، تا ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.